عزیز میبینیم که غزال عنایت سلبریتی نمبر 1 خوشروی عالم 3 میکاپ آرتیست کار میکنه و غزال ایران مونده، یکی برس میزنه و یکی بویشان میکنه و یکی زلفاره. غزال جان چه شب است امشب کجا میری بخیر؟ به این زیبایی نظر نشد. اول خودت بسیار نام به خدا بسیار زیبا شدی. دخترها چطور است؟ نام به خدا نظیره جان ببینید. شب دیگه یک نور خاص کشیدی، با واقعیت برات میگم. و بیرنگ لباست اینایت بسیار خوبش است. نمیشه که با ما بتیم لباس رو همین بخی صدقه سر همین صدقه سر قربانت عزیزم. و دیگه نام خدا دخترها همیشه لطف دارن در قسمت ما. دیبا جان عزیز، ویدا جان عزیز، اینا خب میکاپ آرتیستای نمبر 1 هستن. یک دکتر نازنین طبیعی دکتر جان عزیز دیگه اینا خب ما نه آشنا شده ولی بسیار خانم نازنین مرا دسته کرده. خانم بسیار مهربان، خانم بسیار لایق، یعنی واقعا آدم افتخار میکنه با وجود همچون خانمای نازنین. حالا مقبول نیست ازت نظر نشی امشب. قربانتم تشکر. دیگه کار نام خدا دختراست اگه نه دیگه اولی اجرا چیفات بود و این مقبولی دیگه. قربانت عزیزم. یک دو سه آهنگای بسیار مقبول بخیر دارم، دوستا منتظر باشن. دیگه تنها منتظر منی، هنرمندای بسیار نازنین و عزیز دیگه هم هستن در اینجا که هر کدامشون یک ستاره هستن و کارهای بسیار خارق العاده و آهنگای بسیار مقبول خود بر شما امشب تحفه میکنم. حالا قزیبا که شدی ممنون از انگشتای جادویی از دختراست یا زیبایی خودت است؟ نه حتما نام خدا از خداوندم باید آدم سپاسگزار باشه. به خاطر از اینکه امی که مثلا سالم هستیم، دست و پای ما درست است، چشم ما میبینه اینا، بعد به خاطر زیبایی از خانمای نازنین که قدر کوشش میکنن نام خدا. چطور خوشبخت هستی، یک میکاپ آرتیست اونجا و یک نازنین اینجا و یک دکتر طب که از لحاظ طبی مواد عمری کنترل میکنه. حالا قرار است که امروز دکتر عزیز جان یگان کارا بکنین. یک خبرنگارم اینجا که ببینه که گپ کدام مواد خرابه.